کمتر من بعد قدش گفتم کمتر درود برای همه بیننده‌های شبکه‌های اجتماعی دلیر موبایل، اونهایی که این ویدیو صحبت ما را در فیسبوک می‌بینند، اینستاگرام، تیک توک و شکلی پررشا در یوتیوب. امروز مهمانی بقایچی ما رستم عزیزی هستند. یک وقت گفتم دینشناس هستی، چون کارشناس مسائل دینی دوملو نیست. دوملو نیستند، ولی پشت درش هم نیست معاون مرکز اسلام شناسی نزد حکومت جمهوری اسلامی. ولی گفت که من میخوام معاون دیرکتور مرکز اسلام معاون دیرکتور. ولی گفت که شما میخواهید که همچون کارشناس نظر دهید، نه معاون. بله اول طرف هم موضوع را از همین خودیم شروع کنیم که چرا نمیخواید که همچون نه بعد بحث سر این است که در جامعه ما یک چی است، کارشناس میتواند نظر شخصی داشته باشد و باز هست نظری یگان کارخانه و اداره ها هستند. اینها با هم دیگه میتواند موافق باید نبیان. به هر حال هر چیزی که ما رسمی گفتیم از طریق بگم که پایگاه های رسمی نشر می شود و وقتی که من چیزی در فیسبوک هم نوشتم یا مثلا در کوچه گفتم این اندیشه شخصی من است. مثلا من قبلا این مسئله میگم برای خاطری که تا یک اندازه انتظاری های مردم درست باشد و دوم اینکه تا یک اندازه مسئولیت و چیزی من هم روشن شود. این گریختن از مسئولیت از این نیست؟ نه این گریختن از مسئولیت نیست. چرا؟ برای خاطری که ببینید یک اداره سمت کاری دارد، نظر دارد، برنامه دارد، ولی مثلا کارمند من میتونم مثلا یک اندیشه درباره زبان داشته باشم، درست؟ یا سیاست زبانی. بله. من نه شما دام دادن گرفت باید من این رو قایچ نکنم و خاطر علاقه بیننده میدن که بله خب ولی مثلا من میتونم یک اندیشه درباره بعضی مسائل فرهنگی داشته باشم یا مثلا بعضی مسئله های حقوقی و چی که من هرچند که مسئول همین چیز نیستم یا کارشناس نیستم، همچون شهروند میتونم یک اندیشه داشته باشم. ولی در مسئله دین که شما در مرکز اسلام شناسی کار میکنید، چرا نمیخواید معاون دیرکتور نه من میخوام برای چی من گفتنی هستم که این مرکز اسلام شناسی یک نهاد علمی تحلیلی است. شما از اول کمتر اشتباه کردید، نزد حکومت نیست، نزد پرزیدنت است و برای خودی که نهادهای نزد حکومت اجرایی حساب میشوند. بله. ما مثل مرکز تحقیقات استراتژیک یا مرکز ملی قانونگذاری یک مرکز علمی تحلیلی هست و اصلا اون فعالیت ما فعالیت مشورتی است یا فعالیت تحلیلی و چی است. از این جهت مردم ما ایشن است. همین چند بار من بسیار کوشش کردم که فهمونم فعالیت مرکز اسلام شناسی رو یا اینکه ما فعالیت خودم دین شناس مردم ما بین دین شناس و بین مثلا گویم الهیات شناس فرق نمیگذارد. این کلمه اسلام که شنید گمان میکند که مثلا حتما باید یک آدم ریشدار باشد یا حتما آدم باشد که همین اعوذ بالله و بسم الله گوید و در آخرش و آخر دعوانا گوید. اگر همین چیز یا که میخواد که مثلا فتوا دهد برای این مثلا ما مرکز اسلامی داریم مفتیات است. این یک چیزی باشه دیگر است. اسلام شناسی تماما بگیم یک علم دنیوی است. خلاصه شما 100% مثلا و بسیاری از اسلام شناسای مشهور دنیا اصلا مسلمان نیستند. حالا اینا میخوام که شما الحمدلله مسلمانه. نه الحمدلله مسلمان هستم، لیکن در اینجا من به حیث مفتی صحبت نمیکنم که شما را فتوا دهم. شد تمام. صحبت دیگری ما زیادتر امروز در مورد منشوره ها در کشور میگیم، یعنی در تاجیکستان. شروع میکنیم از قانون تنظیم که 2010 بود خطا نکنم، اولتر از 2007 به امضا رسید. بعداً چند یک سال پیش و 2 سال پیش تغییر الهه هم وارد شد. نظر شما چی است؟ چرا مثلا ما چندین صد ساله ها باز نمیدونم 20 و 47 و پنجشنبگی و جمعگی و دوشنبگی این چیزا داشتیم بعد از مرگ، ولی از خرسندیاش نمیگیم، فقط از مرگ میگیم که به اسلام زیادتر ربط داره. و متاسفانه بعد از قانون تنظیم امضا شدنم من شخصا در چندین معرکه های 40 و 20 دوشنبگی و پنجشنبگی بودم. متاسفانه باز دعوت میکنن، از روی احترام دعوت میره. چرا متاسفانه؟ به خاطری که قانون منع کرده. ولی مردم اینا میکنن. چیکار کنیم اینجا؟ یک چند چیز میگم. خب در اینجا اول است که این قانون واقعا از بسیاری مسئله ها با وجود تمام مثلا دستاوردها یا کمبودیاش خیلی قانونی بحثناک است. خب باید اعتراف کنیم کجاش بحثناک است. هم مکانیزم هاش جو بعضی وقتا قسمتی بگیم تطبیق نشه، ولی چی در اینجا نه قسمتی مثلا برگزار نمودن خودی مراسم، بلکه مثلا برگزار نمودن ضیافت یا بعضی از خودی روش آن تنظیم می‌یابد، نه اینکه وگرنه مثلا نه خدایی و نه اون چیزها منش نیستند. معرکه 20 با پورگی من شد که ببینید
این چیزهایی هستن که مثلا در اونجا اگر ضبط چاروا باشد و دست کردن آراس دسترخوان آرایی و دیگر این مسئله ها این چیز است و از همون مهم که از اول بگیم پیشینه همین قانون نگاه کنیم گمان کردن که مثلا واقعا هم از روی اون ثبات عمری خرج زیادی مثلا مردم مخارج زیاد مردم برای چنین وای میرود معرکه میرود این تنها خاصی مثلا بگیم که تاجیکستان نیست اصلا بسیاری جامعه های بگیم که جهانی سوم است یا جامعه هایی که سطح رشد اقتصادیشون سطح بگیم که رشد صنعتیشون چندان بلند نیستن جامعه سنتی اکثر مخارجشون برای همین جشن و معرکه میرن مثلا در هند اگر فقیرترین هندی جشن عروسی کند شاید از خیلی آدمای دارای جامعه های دیگر خوبتر می شود و باز تمام عمر برای جبران بگیم مخارج اون عمری اون صرف می شود و اینجا چند راه بود میتونستم با راه های مثلا بگیم میشد تنظیم اجتماعی که شد ولی تنظیم قانونی ولی در جامعه ما که بگیم تا یک اندازه درک حقوقی مردم یا درک مثلا بگیم مسئولیت اجتماعی مردم چندان نیست که مثلا بگیم اگر فهمانی که همه چیز خوب نیست چی تو یک اندازه تنظیم و این تنها در مثلا بگیم که تجربه تاجیکستان نیست ولی شما وقتی که نظر مرکز اسلام شناسی را پرسیدم وقتی که همین قانون اینا دوباره تغییر الهه ها وارد شد بله بعد اون چیزهایی که ما پیشنهاد کردیم حتی شد و اینجا یک مسئله دیگر هست اون قسمتی که بخش اقتصادی و بخشی گویم که اجتماعیش خیر است خوب بود خیلی چیزها مثلا تنظیم رفتن مخارج کم شد این چیزها مثلا به بحث هستند ولی یک چیز دیگر اینجا شد که بعضی از فرهنگ شناسان و بعضی از کارشناسان همون را ذکر کردن در اینجا در وقتی که این چیزها ماشد خطری از بین رفتن بعضی از مراسم ها هستن که یک جزئی میراث فرهنگی ما هستن مثلا کدام مراسم ها خب ببینید شما ببینید که جشن های عروسی و چی در منطقه ها فرق میکنن بله درست است وقتی که از طریق قانون یک نمود عمومی گردانی میشود مثلا برای منطقه اینا بگیم که خوجند مراسم دامادطلبان بسیار مهم است شاید در منطقه دیگر نباشد بله وقتی که مثلا میگن که همین دامادطلبان برای یک منطقه دیگر که ارزش نداره میگن خب لازم نیست از بین بریم ولی مثلا یک چیزی سرشیان یا یگان چیزی دیگری که در منطقه دیگر هست شاید برای خوجند عموما چیز نباشد جالب نباشد و این چیز یک در تجربه حتی بگیم حیاتی ما هم شد چون مثلا ما و همسر ما زادگان منطقه گوناگون تاجیکستان هستیم ما که از قسمت شمالی و همسر ما جامعه در همین وقتی مراسم ازدواج ما که واقعا تا یک اندازه وقتی ما صحبت از وعدت میره چی وقتی که ما میگفتیم که من فلان چیز یا فلان مراسم چی میشود اونها میگن که این چی است وقتی که اونها چی میگن ما میگیم چی است یعنی این یک هنوز یک چیزی هست که در اینجا دو پهلوی مسئله است یکی درست شاید مثلا بعد از یک مدتی معین که یکم بعد از یک نسل نمیگم که 5 سال 10 سال شاید بعد از 25 سال تا یک اندازه عمومی گردانی مراسم ها میشود از جهتی از جهتی چیز شاید خوبیا داشته باشد از جهتی ساختن یک گونیم فضای عمومی فرهنگی و چیز ولی ما میتونیم در رفت اون بعضی از ویژگی های فرهنگی مثلا منطقه را از دست دهیم فکر نمیکنید که این یک چیز بسیار ساده است از نگاه اجتماعی نگاه کنیم مهر محبت صمیمیت میان مردم گم کرد اینا در تجربه میگیم که 10 سال پیش اگر 3 همسایه پایانی من توی میکرد تمام محله گشنه نبود ولی برای محبت به خون خونه می اومد حالی 10 خونه پایان توی میکند نمیریم همین احساس کرده چون محبت گم شده ایستاده نه من روابط اجتماعی نه تنها از معرکه ما به طور عمومی با رشد جامعه سست‌تر میشه ضعیف‌تر میشه این قانون گناهگار نیست دارین که شماری آدما را معین کرد که خط شما را براتون مثال میبرم بس سر چیز نیست ببینید من مسئله دیگر میگیرم شما از قانونی من یک مسئله دیگر میگیرم قبلا برای مردم توقع اجتماعی بسیار مهم بود خب مثلا وقتی که جوانمرد یا جوانزن رفتار میکرد برای من مهم بود که اندیشه محله اندیشه همدیگرش چی است حالا گذاشتیم از قانون تنظیم خب
برای خاطر چی؟ برای خاطری که اگر رفتاری اون مرد یا زن خلاف توقعات جامعه باشد، اون میتونست در یک انزوا قرار گیرد تا یک اندازه رد معرکه شود. ما حتی ما داریم اصطلاحی داریم رد معرکه و این بسیار خطرناک بود. چرا فرد در تنهایی در اون وقتا نمیتونه یگان کار انجام دهد، نه یگان معرکه رو، نه یگان مثلا ساختمانی خودش انجام دهد. ساختمان که شد حتما باید کسی کمکش کند. امروز مردم بیشتر خودکفا میشدن. یعنی من اگر خواهم که جشن مثلا عروسی برپا کنم یا یگان چیز دیگه، اگر من مثلا مبلغش داشته باشم، من اصلا نیاز به کمک کسی ندارم. هستن توی خونه ها میدیم هر کس نه کسی، فقط مهمانای من میبینن، آشپز است و پیش خدمت است و هر چی است. و وقتی که نیازی من به جامعه کمتر میشود، من دیگر کوشش نمیکنم یا کسی دیگر کوشش نمیکند که موافق توقعات اجتماعی رفتار کند. و ببینید حالا امروز جوانان اصلا دیگه پروا ندارد که همسایه چی میگه. جامعه اروپا و آمریکا از همین چیز گریخته ایستاده است که صمیمیت ندارن، محبت ندارن، یعنی مردمی نیست، کارهای شریکی نیست شده ایستاده و ما هم رو به همین نهاده ایستادیم. پس خب این قانون رشد جامعه است. از این خب این چرا آنها میخوان که با ما برگردن؟ ما برعکس با اونها میخوان ولی بر نمیگردند. برای خاطر این که است که وقتی بگیم ساختاری روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه دیگر شد، اونا نمیتونه تو گشته به قرون وسطا برگرده. خب ما جامعه سنتی رفته ایستادن. نهاد عائله این چیز نیست. ببینید جامعه شناسان یا اینکه سیاست شناسان میگن که شاید در 50 60 سال نزدیک نهاد عائله اون بگیم وظیفه های اجتماعی که قبلا داشت از دست میدهد و ما اینو دیده ایستادیم. این در تاجیکستان هم میبینیم و میگیم که خب اینو ببینید وقتی دیدیم که ما مثلا چیز زیاد شد، طلاق نکاح، گمان میکنیم که اینجا عیب در مثلا چیز دیگر. نه، این روند عمومی که در تمام جامعه است و خواستیم نخواستیم ما نمیتونیم از اون چیز بیرون شویم. در اصل جهانی شوی و گلوبالیزاسیون روندها تاثیر میکند. دیگر اون بگیم که شرایطی عصر 19 نیست که از همین دهه خودت نمیبرمدی و از چیز خود نمیبرم، خواستی نخواستی دیگر علیرغم خواهشات باید زندگی کنی. خب موضوع قانون تنظیم ما برای 10 دقیقه وقت جدا کرده بودیم چون بیننده ها میگن که ما در هر مورد وقت علاوه جدا کنیم. موضوع دیگری منع شده ها این حزب نهضت اسلام، فعالیت حزب نهضت اسلام در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است. بله. در دوره شوروی میگفتن که حتی ویدیو هم هست که این بچه‌ها وهابی ان. بله. و چند سال اخیر طعنه میزنن که بچه‌ها شیعه ان. بله. خب من میخوام فهمم که خطر آنها به جامعه تاجیکستان چی بود که اینم فعالیتش در تاجیکستان منع شد. فعالیت حزب نهضت اسلام در تاجیکستان چند بار منع شد. چند بار یعنی خب بود. ببینید اول که در دوران شوروی اونا پنهانی فعالیت میکردن. بله. یک چیز است. دوم است اینکه در همین سال 93 بود دیگه منع شد در سال جنگ و بعد از این منشوی اول 93 دوره حکومت مصالحه ملی بود. نه قبل از به امضا رسیدن چیز استقرار صلح، امضای صلح. بله. خب بعد از این باز اینها باز اساس حقوقی و گشته و برگشتن. حالا ببینید بیاید به قسمت اولی سوالتون برگردیم. یهو وهابیه چیه چیه. بله. در اینجا دو مسئله هست. یکم در وقتی بحث ها جنگ ها از همه کار اصول این است که باید بعد هم دیگه تمغه پرته. این بسیار مهمه است و نهضتی ها رو وهابی نامیدن. اگر ببینید از کجا شروع شد، از بحث بین مولوی هندستانی با شاگردانی خود که بعداً حزب نهضت رو تأسیس دادن و مولوی هندستانی رو آنها متهم کردن که تو جاسوس کگب هستی و مولوی هندستانی آنها رو متهم کرد که شما وهابی هستی، که در اصل هر دو هم نه این بودن نه اون بودن. ولی این قاعده های جنگ است، جنگ های اطلاعاتی، جنگ های غایبی، ایدئولوژی. مسئله دوم ببینید اون چیزایی که ما همچون نهضت اسلام میشناسیم یک ترکیب نیست. در داخل آنها هستن مثلا افرادی که بیشتر گرایش به بگیم که ایران دارن یا که در تحصیل کرده مثلا کتاب‌های دینی ایران هستن یا که گرایش به مذهبی مثلا تشیع دارن که خب شیعه بودن جنایت نیست. ما شیعه داریم یک بله قریب میلیون است. بله این یک چیز است. شاید نه اینکه شاید باشد انیف هست در چی خطر دارد وهابی و شیعه بودن؟ نه ببینید من ولی قسمت اولتون میگم این چیز خطر ندارد. ببینید
در داخل اون چیزی که مثلا نهضت هست این یک چیزی بگیم که چند ترکیبه است. در بین اونها هستن افرادی که روی راست اعتراف کردن که مثلا ما شیعه هستیم و کسانی هستن که از ابتدا شیعه بودن مثلا از بدنشانیم و کسانی هستن که مثلا تغییر مذهب کردن و تغییر مذهب هم مثلا اگر بگیم از لحاظ قانونی داریم ما چی نیست جنایت نیست. ولی ببینید اونجا بحث کسایی که در وقتی بحث میکنن کوشش میکنن از پیامدهای همین چیزها صحبت کنن. دوم این است در بین اونها هستن کسایی که گرایش‌های اخوانی دارد و این هم روی راست است آشکار است. حتی میرن با در صفحه اجتماعیشون اگر همین با بسیاری از اقتباس‌ها از وای اخوانی دارن یا حتی با کسانی که مثلا همچون امروز همچون بگیم که علمان یا نظریه پردازان اخوانی معاب هستن عکس‌ها دارن با اونشون و بسیار از این هم داریم از آن کسایی که مثلا با سلفی‌ها بسیار ربط دارد. یعنی این چیزی هست که در داخل اونها یعنی اگر جستی هر نمودش میایی و این چیز تا یک اندازه صدق هم دارد. داخل دیگر حزب هم میگونه هستن مثلا داخل حزب خلقی بگیریم اگر شاید به خدا هم ببینیم یعنی خریستیان ببینیم مسلمان ببینیم. خب دامش صحبت این چیز است اگر بگیم که آیا دارند بله دارند. مسئله دیگه آیا خطر دارد اینجا جوابی مثلا دخورد. اگر بگیم که تغییر مذهب یا عموما تغییر دین یا عموما باوری داشتن به دین یا نداشتن این یکی از حقوق کنستیتوشنی است نه جنایت است نه چی است. ولی اینجا وقتی که بحث های مثلا بگیم تو یک اندازه سیاسی و چی میشد همه کوشش میکنن بحث رو روی پیامدهای اجتماعی مثلا روایت که اینو میخوان مثلا در اینجا باز استفاده از این چیز نیروی مذهبی پیاده کنند و دیگر چیز. این خطر در چی است؟ از نگاه من عموما وجودی حزب‌های بگیم که ماهیت دینی داشتن برای اون دولت‌ها یا جامعه‌هایی که خود رو سکولار یا دنیوی اعلام کردن سازگار نیست. برای خاطر چی؟ برای چه آلمان سازگار شد؟ نه مثلا ببینید حزب مرکل نماینده بود. نه ببینید خود بگم اون چیزی که حزب مسیحی دموکراتیک آلمان هست ببینید شما برنامه حزبشون در یگان جو نه از انجیل چی میگن چیز این یک نام هست و ما ارزش‌های همین میگن سنتی مسیحی که سازگار با قانون اساسی کشور است اونو چی میکنیم در یگان جو مثلا حزب مرکل نه یگان کشیشی هست. شما با برنامه حزب نهضت آشنا بودین با برنامه پیش از انتخابات شما؟ بله ما یک چیزی هست که من همچون کارشناس نه اینکه با برنامه‌هاشون من میتونم از آثاری و از اون چیزایی که اونا نشر میکردن برای شما صدها و هزارها مثال‌های 100% برانگیختن کینه ادوات ملی دعوت برای جنایت‌ها در اساس عداوت از آقای نوری پدر معنویشون میتونم اقتباس‌های طولانی بیارم و آوردم سه تا دلیل رو بیارید که حزب نهضت برای تاجیکستان ما خطر داشت ببینید و دارد. ببینید یک مثال میبرم میلیون‌ها بار آوردم و یک بار دیگه میبرم. بله. خواستیم نخواستیم این حزبی است که در اساس عنصرهای بگیم که دینی ساخته شد و ببینید هیچ دینه من روی راست میگم با وجود احتیاط هیچ دینی نمیتونه در اصل خود تحمل پذیر باشد. هیچ دین برای خاطر چی؟ چون که همه دین ها مردم رو از روی خودی و بیگانه تقسیم میکنن. یعنی من که مسلمان باشم برای من مسلمان و مسلمان ها هستن کافر ها هستن نه من که مثلا مسیحی باشم برای من مسیحی ها هستن و نه خریستان هستن. یعنی هیچ دین صرف نظر از اون چیزهایی که امروز در عصر جهانی شوی از اون قطعه های مثلا که گوی و دعوای تحمل پذیری دارن در جوهر خود تحملگرا نیستن برای خاطری که تبعیض میکنن از روی این همین که پیروان ما و چی هستند. و ببینید حتی اگر بدرایید بدلخواه صحیفه همین کسایی که امروز دعوا ندارند بدرایید زبان او چی است شما کافر هستید یا نه شما بدین اتئیسم نمیدونم برای همین به هر حال این وجه اساسی است و یک چیز دیگر و حتی اگر شخصیت های رقم اولشون بترسند ولی باز اون همین بگیم بچه حکاشون که با از روی نوع فکری میبرند حرفش تو من چند بار در چیز تو کافری میگه تو بدینی تو باید خیلی کنی او خیلی حکمته و یک چیزی هست عمومی و آنها اصلا با استفاده از همین زبان اودیتوری خود رو نگاه می‌دارن. خطر اول جدا کردن مردم خطر دوم مثلا ببینید وقتی که پدر معنوی همین حزب آقای نوری در کتاب خود در آن سیاست که مجموعه سخنرانی‌های همون آن نفر آن کس در سالهای گوناگون هست در صفحه 129 کتاب
یک اقتباس دارد اگر خواهید باز در اینترنت ما پورا آوردمش میگه که و آن کسانی که این سخنرانی آن کس در سال 1994 در افغانستان است و آن کسانی که امروز ببینید در اون سوی دریا ماندن در دارالکفر کمونیست تاجیکستان در نظر دارید یعنی ما یعنی اینجا وطن ما و شما دارالکفر کمونیست در دارالکفر کمونیست یعنی میگه از زیر پرچم لا اله الا الله رفتن زیر پرچم رحمانوف خب ببینید حکم و با جهاد ما نپیوستن اگر خواست من بعدا برای شما سرکوپی اتم صحیفه‌شو میدیم با فارسی و با جهاد ما نپیوستن حکم او حکم یک مرتد هست یعنی میگه یعنی نکاح عموم فسخ شد خب یعنی ما هم حرامزاده ایم نکاح عموم فسخ شد ببینید این اقتباس است خب نکاح عموم فسخ شد میگه تصرف در اموالش جایز است تا زمانی که توبه کرده باشه یعنی ببینید این کتابی پدر معنوی همین حزب است کدوم سال چاپ شد بار اول سال 1997 در ایران چاپ شد و بار دوم سال 2007 نشر دوم این کتاب وای شد راه اندازی شد از جانب کمیته جوانان حزب نهضت اسلام رسمی نشریات رسمی یک کتاب دیگر دارند مثال دوم میبرم مسیحیت یهودیت و چیز گرفتن در اون کتاب اون هم رسما چاپ شد در اونجا یکمش که اقتباس های زیاد از پروتکل سیونیست مدرسوف که این معلوم است که یک چیز فیکی جعلی است اونها رسما همین چاپ کردن نشر کردن در تاجیکستان از مطبعه رسمی حزبشون یک مسئله هست خوشبختانه برای اینها اروپا اونقدر زبان تاجیکی رو بلد نیست و سازمان‌هاشون و دوم این هست که از این چیزا آگاه نیستن. حالا ببینید اگر استاد یک نفر در زندگی خطا میکنه شاید مثلا آقای نوری در سال 94 این خطای سیاسی را کرد و شاید بعد پذیرفت برای که در سال 94 و 95 جانب بچه‌های فرانت خلقی هم خیلی خطاهای زیاد داشتن بعداً به هم اومدن سازش کردن چرا این خطاها را ما باز دوباره روشن کنیم دوباره با گردن کسای پرتاییم نشریه رسمی هست که وای نجات بود بله نشریه رسمی سو میشه بله بیاید اول بچه بگم که این کتاب باری دوم سال 2007 چاپ شد بعد از 10 سالی امضای صلح بله اصلا نیازی به بازنشر اون نبود خب درست میشد همون جمله ها رو تغییر کنم خب به هر بله بله هیچ بعداً ببینید با شماره 30000 نسخه چاپ شد برای تاجیکستان 30000 نسخه خیلی زیاده چون اعضاشون میگن که به 50000 میرسه خب به هر حال ده مثلا خیلی زیاد است بله دوم مثلا تا آخرین دمی همین نشر همین چیز ما تحلیل کردیم چیزی که نوشتن همین زبان همین سبک اصلا تغییر نیافت چرا با جناب کبیری در وقتی که اینجا بودن چه موضوع را بررسی نکردیم گفتیم در اروپا هم گفتیم در این چیزام گفتیم اصلا نمیخوام برای اون کس من یا رکلام خوب یا رکلام بد کنم ولی من یک چیز میگم اون کس خیلی ماکارونه میداد از سخنگویی کنند من یک سوال دارم در اروپا ثبتش هم هست در نشست صاحب بود اونها یک چاربینی کردن من گفتم که آقای کبیری یک سوال گفتم شما همچون نماینده همین هیچ دعوا دارید شما من اون شما رو میخوام با یک سوال بچه‌لیش بکشم چنین چون به انگلیسی بود سخنرانی ها شما همچون کسی که خودش رئیس همین حزب میگه مسئولیتی موادی که رسما از جانب حزب شما نشر شد در شکل کتاب در شکل مجله در شکل مسئولیتش رو میپذیرید یا نه شروع کردن من جوابی رو دیدم شما رئیس حزب بعد گفتن که yes and no همین yes and no چی است پدری همین منطق ارسطو مرد و برای ما نفهموند که این چی است برای خاطر چی برای خاطری که آن چیزهایی که در تاجیکستان برایشون خوب بود برای جلب کردن توجه مثلا مردم بیشتر دینگرا یا مثلا یک جوانانی بگیم تا یک اندازه با سبک پس خوب بود ولی در اروپا این ریتوریک کار نمیرود و وقتی که اونها رفتن در اروپا و کوشش کردن با زبان اونجا صحبت کنن یک قسمتی از بگیم که هوادارانشون گم کردن تا که اینا هم رفتن در اونجا و گپ از همین دموکراتیا و میزند و چی میزند و اون خانمای مثلا اروپایی را با دست سلام میکند و با اونها عکس میگیرند و فلان و بهمان یک چیز هست یعنی نمیتوانی وقتی که کوشش میکنی در دو کرسی در عین زمان نشسته باشی تو باید یا مثل واندام چی باشه شپاگت خشن داشته باشی
یا خطر دریدن ایزارت هست. اکنون من میخوام که یک 6 دقیقه بگم یک مسئله دیگه رو بررسی کنیم که مقصد و هدف همه گروه‌های سیاسی همه حزب‌های سیاسی به سر قدرت آمدن است. در یک جامعه دموکراتیک باید چنین اپوزیسیای حکومت باشد. خدای نکرده مثلا نهضتی ها در همون دوره 90 چند سر حکومت نمی‌برد که یک دوره معین حکومت رو در دست داشتن. تاجیکستان با چی مسئله رو برو میشد؟ خب دیگه اینا خدای نکرده یک وقت با سر حکومت بیا مشکل چیست؟ چه خطر داره؟ این به قول چیزی فانتاستیکی است. خب حتی برای خاطری که سال 2007 ما هم خدای نکرده گفتیم سال 2007 وقتی که ساحه یک چیزی تشکیل کرده بود در شهر اون وقت قیراقوم امروز گلستان در اونجا آقای کبیری اومد و همین چیز سوالش گفت که اگر مثلا نهضت سر حکومت گفت که اون کس خودش گفت که این سوال فانتاستیکی است. یعنی در اون وقت میدونست که سال 2007 اون کس میدونست که همین چیز فانتاستیک است. امروز که رفت باید وجود سیاسی خود رو اگه ثابت کنه نه ما میتونیم چی ببینیم. ولی ببینید واقعیت 5 سال هستن در چیز در اروپا بغیر از اون واکنش‌های فیسبوکی و یوتیوبی و اون چیزها و هشتگی آزادی به فلان و زنده باد فلان و مرده باد فلان هیچ چیزی نیست. یعنی ببینید در همین 5 سال شما تصور کنید یک نفر حالا با دعوت اونها نه در اعتراض برآمد نه در میدان را نه در چی. اگر بگم که اینها میترسن مردم تاجیک اولش یک خطر ترسو نیستن. ببینید وقتی واقعه‌های بگیم که برای جامعه ارزشمند یا خطرناک یا تا یک اندازه مهم باشد ما دیدیم وقتی حادثه سیل شد در ناحیه خراسان و این مشکل مردم برآمد مثالای بدخشان مثالای چیز دیگر مثالایی که مثلا وقتی مشکلی شد با کارمندان با فکرم جمهوری چین بود چی بود در سر اون زرافشان خصمن یعنی نیست که مردم ترسو باشن. بعد میگن مردم آخه بعد از این میتینگ ها بردن محکمه که مثلا خراسان بعد رسانه‌ای شد که بچه‌ها رو بردن محبس کردن جریمه کردن. شاید مردم از این چیزا بعد میترسن. خب ببینید ولی این چی بیاد شاید و اگر رو گذاشتیم شاید و اگر رو نه واقعا در رسانه‌ها برآمد کاشتن سبز نشد در رسانه‌ها برآمد در بدخشان کشتن بچه‌ها رو بس خب بیان تقسیم کنن. یعنی ببینید ولی همین خطری همین چیز مانع نشد که مردم خیلی زد و از چیزی دعوا کنن. درست است. یعنی همین مسئله باعث شد که مردم خیلی زد و حق خود دعوا کنن. یعنی یا دیدگاه خود رو بیان کنن. درست؟ بله. یعنی نشون می‌دهد این نشانه بی‌عرضگی دعوت نهضت است. یعنی اینها نتونستن کسی رو متقاعد کنند که برای خاطر اندیشه آنها برآید. ولی اگر خدای نکرده اینا سر حکومت بیان چی خطر داره برای جامعه تاجیکستان؟ من نمیخوام سناریوهای فانتاستیکی رو مطرح کنم. نمیآیند هیچ وقت. یکمش که تقریبا جانبدار هم دیگر شماره جانبدارشون هم کاهش یافته است و تقریبا بغیر از اون کسانی که با اونها روابطی به واسطه خونی یا که پولی و مالی دارن تقریبا است. ما اون کسایی که قبلا با اونها گرایش داشتن امروز ولی یک مشکل دیگر است باز هم افراطی تر شدن رفتن به سوی گروه افراطی دیگر. پس چرا حکومت اینقدر یعنی بی‌رحمانه نسبت به اعضایان حزب مناسبت کرد و حتی 15 و 20 25 سال اونها رو محبس کرد وقتی که اونها جامعه را نمیتونن به هم بیارن چرا اونها رو محبس کرد؟ نه ببینید این مسئله دادگاهی است اصلا باید پرونده هاش نگاه کنید که چی اتهامی شد نسبت به کسی یا چی چیزهای اون اینجا مسئله هایی بگیم که نه همه اعضای نهضت ببینید اونها 23 اگر با دعوای خودشون 23000 یا نمیدونم 30000 یا 50000 نفر داشتن خب ببینید که چند نفر در زندان است. خب از نزدیک با 40 نفر بفهم همش جمع کنید مثلا 50 نفر نمیشه. بله دیگر همین جواب سوالتون است. یعنی همه نهضتی‌ها رو هیچ کنه من میدونم خیلی از اعضای نهضت سابق کسایی که شخصا میشن امروز تجارت دارن امروز مثلا تحصیل دارن بعدش تغییر حزب کردن به حزب دیگر گذاشتن. ببینید یعنی در اینجا وقتی که چی شد اگر اونو بعد دعوای خودشون 20000 30000 نفر داشتن بله یعنی اگر همین سرکوب باشه حداقل یگان 3-4 هزار نفر همیز باید زندانی میشد از اعضای نهضت که به جرم چیز. ولی اگر همشون رو جمع کنید با همین چیز بدترین بعد از 50 نفر بیشتر نشدن این یک و چرا در اینجا ما شاهدی اون هستیم که در تاجیکستان کوشش تبادلات شد 2015 بله و کی بودن اون نفر هم معلوم است و اون روابطی مثلا بگیم که چیزها هم چیزی ثابت است. با همین سنه را باور دارید شما؟ بله. من برای چی باور دارم؟ بله.
من این چیز رو میتونم بگم که بعضی از اون بگیم که بعضی از مواد اون پرونده ها رو من بچه‌اش خودم دیدم. پس چرا بچه‌های امنیت اجازه دادن که این سینه تا این حد آماده رسد و بعد عکس العمل نشون دادن؟ از اول پیش راهش نه نگرفتن. ببینید خب نمیشه همه چیز رو پیشگیری کرد. نه در آمریکا هم بعضی وقتا در آمریکا هم بعضی وقتا در روسیه هم نمیشه همه چیز رو پیشگیری کرد. این یک چیزی هست که شما اگر 99% همه چیز رو پیشگیری کنید باز 1% رو چیز احتمالی هستن همیشه میشوند. بعضی پرونده ها کردن پرونده ها نه مثلا وقتی که موادی که چیز در همین پرونده ها بود با چند نمود اکسپرتیز میخواد میگم که اکسپرتیز ایدیشنوسی و چیز مثلا از خونه نمیخوام جو مثلا بحث رو بسیاری مثلا دوای مذهبی و چیز از خونه یکی از همین کماندون هایی که در همین چیز تبادلات شرکت کردن مثلا کتابو و چیزایی که برای دادن اولش که این یا بعضی نشریه ها و بعضی دفترها که نکردیم مثلا کتاب ها با دستخطی بگیم نماینده و سفارت های چیزهای دیگر و در اونجا گفتن که با مجاهدی راه اسلام و فلان و بهمان و چیزا بیاید برای همین یک چیزهایی هستن که سری مردم پوشیده به میگن. من یک چیز رو میتونم بگم شاید اینجا نمیتونم به دقتی به نازکی های هر یک پرونده حقوقی اینجا اگر پردازیم ساعت های زیاد میرود ولی یک چیز میگم این خطر اصلی که گفتم خطر اجتماعی تبعیض هست. این ایدئولوژی اونها در اساس تبعیض ساخته شده است. خواستیم نخواستیم کسی که گوید که ما مردم رو در اساس اسلام جمع‌آوری میکنیم برای مردمی غیر مسلمان داخلی حزبشون نه در جامعهشون هیچ برنامه‌ای ندارد و حتی آقای خبری خودشون اعتراف کردن یا بر سوال شد حالا ببینید قسمت که من آتئیستم گفت یک کس نه قسمت سوال در قسمت دوم میگذاریم چون علاقه ما 30 دقیقه گذشته و پیام کبیر در قسمت دوم صحبت ما میبینید.